به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم از هر جایی که ما رو میبینید سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. ما در برنامه پند اخلاقی معرفت قرار داریم و درباره یک صفت بسیار زیبا و انسانساز، یعنی نکوکاری و خیرخواهی صحبت خواهیم داشت. نکوکاری این صفتی هست که انسان را نزد خداوند جل و علا و بندگانش محبوب میگرداند. نکوکار انسانی هست که عزتمند دنیا و آخرت است. در این موضوع با مهمان برنامه سرخطیب شهر حصار داملا شریفزاده ازلشاه با ما قرار دارند. خوش آمدید داملای گرامی. سلامت باشید. در اول میخواستم که جایگاه و مقام سخاوتمندی و نکوکاری را از دیدگاه اسلام شرح میدادید. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد بازم السلام علیکم و رحمت الله. موضوعی که امروز ما میخوایم با شما صحبت داشته باشیم یک موضوعی است که برای همه پسند است و کسایی که نیکوکار هستند و سخاوت پیشه هستند، نام آنها نیز در قطار دیگر شخصیت هایی که در تاریخ خدمت های شایسته میکنند و کردگی هستند جاویدانه میماند. اگر ما یک مثال بیاریم، در هم ادبیات دینی و هم در ادبیات مردم تاجیک و فارس نمونه چون حاتم طایی که یک بسیار شخصیت برجسته است و حتی که کتاب ها، حتی که افسانه و قصه ها نسبت او گفته هستند، به خاطر آنه که همین صفت برجستگی، یعنی که نیکوکاری و سخاوتمندی در او بسیار به طریق عالی تجسم گردیده بود و بسیاری ها کوشش میکردند که در سخاوتمندی و نیکوکاری به ایشان رقابت کنند و نمونه عبرت باشند. و از همین جهت این مسئله نیکوکاری و سخاوتمندی در عصر امروز نیز کسانی که سخاوت پیشه هستند، کارهای نیک و عملهای شایسته برای مردم انجام میدهند، آنها مورد پسندیدن مردم و مورد ستایش مردم میگردند. یعنی مردم آنها را بسیار به دیده نیک نگاه میکنند و آنها را حتما ستایش و ثنای خوب میگویند. از همین جهت دین مبین اسلام نیز سخاوت پیشگی و عملهای نیک و خیر را یکی از محورهای اساسی در حیات مسلمان ها قرار دادگی است. خداوند تبارک و تعالی در آیات‌های زیاد قرآن از نیکوکاری و سخاوت پیشگی یاد کردگی است و به آن تشویق کرده است که مردمی که سخاوت پیشه هستند و آنها به سخا و عملهای نیک، عملهایی که برای منفعت جامعه است و خلق است یا یک شخصیت فقیر و ناجا است، اگر عمل کنند، این نمونه عبرت برای کل مردم میگردد. بنابر همین اگر ما به قرآن کریم نگاه کنیم، خداوند تبارک و تعالی در آیات‌های زیاد از قبیل که آیه کریمه است که بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یحب المحسنین، خداوند تبارک و تعالی شخصانی که احسانکار هستند آنها را دوست می‌دارد. یعنی کسایی که سخاوت پیشه هستند و از جمله محسنین هستند، خداوند آنها را دوستان خود خطاب کردگی است که این بسیار مقام و منزلت بسیار بلند از نگاه شریعت و دین مبین اسلام است. از همین جهت کسانی که میخواهند که سخاوت پیشه باشند و خالص باشد عملشان، آنها مقام مرتبه بلند نزد خداوند کسب میکنند. آیات‌های زیادی در قرآن موجود است. همچنین در آیات دیگری که در سوره بقره است، خداوند تبارک و تعالی اشاره میکند، میگوید بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله الی آخر، یعنی که در صفت شخصانی که مالهایشان را برای یافتن رضای خداوند صرف میکنند، یعنی که رضای خداوند در کجا است؟ در خانه یتیم است، مسکین است، در احتیاجات مردم است و هر جایی که نباشد به آن وقتی که صرف میکنند آنها را چیکار کردگی است؟ مورد ستایش و ثنا قرار دادگی است. از همین جهت شخصانی که سخاوت پیشه هستند آنها سخی در دنیا آنها را سخی میگویند و سخاوت پیشه این از جمله صفات‌های نکوهیده و پسندیده برای یک شخص مسلمان است. بله، این آیاتی که شما گفتید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه،
انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبه الله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. یعنی انسان یک نیکی میکند در عوض خداوند جل و علا میگه به مانند یک دانه ای هست که در زمین کوریده میشود، از اون 7 خوشه میبرد که در هر یک خوشه اون 100 نیکی یعنی 100 اجر و پاداش برای صاحب این نکوکار داده میشود. از یک نیکی 700 الله یضاعف لمن یشاء و خداوند به هر کس که بخواهد به حساب نصیب میکنه. در حقیقت آیا نیکی کردن تنها با مال است؟ مسئله نیکی کردن، محسن شدن یعنی که احسان کردن وابسته فقط به مال نیست. انسان میتواند که اگر که در اصلاح مردم ما و شما یک مقال است که میگن که نان گندمی ندارید سخن خوب ندارید، یعنی یک نفری که مثال از دادن و از احسان کردن دستش تنگی میکند، ندارد، نمیرسد، با آنها اشاره میکنند، با آنها یادرس میکنند که هرچند که نان گندمی ندارید لیکن سخن شیرین ندارید. یعنی سخن شیرین گفتن هم اینم چی است؟ از جمله احسان است. وقتی که یک نفر به ما مراجعت میکند در یک کاری و دستمون نمیرسد که احتیاجات او را برآورده کنیم، البته یک سخن نیک، یک بیم چهره خوب، یک تبسم زیبا چی است؟ اینم یک احسان است. اینم یک عمل خوب است که همون شخص رو هرچند که آنچه که میخواست از ما دریافت نمیکند لیکن بسیار به یک چهره خوب و سخن نیک همون قلبش ملائم و خاطرش جمع می شود. بنابراین اصلا مفهوم و محتوای احسانکاری و خصوص سخاوتمندی این بسیار زیاد است. انسان باید که در سخاوتمند بودن اولا که باید که آراسته به صفت همین محسن باشد، یعنی که صفت‌های نیک داشته باشد، عمل‌های خوب داشته باشد، چهره گشوده داشته باشد، خب دلرنجان نباشد، آدمی نباشد که مثال با گفتهش فرض کردیم که منت کند، منت گذارد، انسان‌ها رو به خود یک نوع بگیم که قرضدار نشان دهد. این صفت‌ها باید در اون نباشد. سخی نفری است که هر کاری که میکند پس اون نمیگردد و او را چیکار نمیکند، او را دیگر سراغ نمیکند و او را هیچ وقت موردی یک یاد کردن یا موردی منت کردن نمیگذارد. درست قید کردید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه تبسم فی وجه اخیک صدقه، یعنی یک رو کشادن و با تبسم با چهره کشاده با برادرت ملاقات کردن این برای تو اجر و پاداش و صدقه نوشته می شود. در حقیقت بعضی انسان ها رو میبینیم، بعضی جوانان که میگن من ثروتمند شدم بعد نیکی میکنم. آیا این فکر و این عقیده درست است؟ البته چون این شکل نیست که انسان باید فکر کند که او صاحب مالی زیاد شود بعد صدقه کند. صدقه معیاری معین ندارد. هر چیزی که از دل کشاده با چهره خوب با نیت نیک برآورده می شود این چی است؟ این احسان است، این نکوکاری است. و خداوند تبارک و تعالی در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگوید اتق الله ولا بشق تمره. از خداوند بترسید اگر چند که بنی قربان باشد اونو کم نگیرید. منظور همین است که شرط نیست که مثال ما حتما که اگر 50 سومون یا 100 سومون داشته باشیم بعد ما صدقه دهیم. نفری است که ممکن احتیاج به 5 سومون دارد و 5 سومون دو نانی خوب می شود. وقتی اگر ما برای مثال میگیم به همون کس دادیم اینا باید کم نگیریم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته است که نیم خرما هم باشد این چی است؟ این یک صدقه است. این یک از توجیهی که بعضی شارحان حدیث خب مفسرینی که در علم حدیث کار کردگی هستند آنها رو توجیه دادگی هستند میگن که همین نیم خرما همین چی است؟ این برای یک شخصی نادار این یک اجر و پاداشتی است. بنابراین اندازه ندارد احسان کردن و سخاوتمندی کردن، باید هر چیزی که باشد و اگر اهلش را یابد، نفری که احتیاجمند است آن را دریافت کند و به آن برسد، او هیچ وقت کمی و زیادی ندارد. در حقیقت همین قصه به یادم آمد که مادرمون حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که نیمی از خرما رو برای یک زن هدیه میداد او به خشم اومد و گفت این چی نیکی است که تو میکنی؟ پس مادرمون حضرت عایشه رضی الله عنها در جواب گفتن آیا نشنیدی که خداوند جل و علا در قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی که اگر به اندازه ذره اگر نیکی کند نزد پروردگار جل و علا اجر و پاداشش رو میگیرد و خداوند جل و علا عوض یک اندکترین نیکی رو
و بزرگترین اجر و پاداش و جنت ها و قصرها برای او برمیگرداند. دوستان گرامی، کدام نوعی از سخاوتمندی بهتر است؟ پنهان باشد یا اینکه آشکار؟ البته مسئله اونه که سخاوتمندی پنهان باشد یا آشکار کدامش افضل‌تر است، این وابسته از همون شکل احسان است. اگر اونی که فرض باشد از قبیل زکات باشد، اگر یک شکل آشکار باشد اولاتر است، زیرا که این عبادت است، فرض است و شاید نفرانی که معلومات ندارند، خبر ندارند، لیکن صاحب زکات هستند و با دیدن همین چیز چیکار میکنند؟ آنها همین رو یاد میگیرند و به همین چیکار میکنند؟ یک نوع بیم که توجه میکنند. لیکن بهتر است که اگر صدقاتی که نافله باشد، صدقاتی که بسیار از برای خدا باشد، اگر آن پنهان باشد، مسئله پنهان بودن باز اولاتر است. به خاطر آنه که نفرانی که دسترس میکنند، اگر همین چیز رو، یعنی که صدقه رو، اگر که مثال دانستند که از فلان وجه است، از فلان کار است، از فلان آدم است، شاید که با آنها کم تر شود، مثال ناخوبی شود. لیکن اگر همین به یگان خیل شکل بیم که خودنمایی و خودنشانتی باشد، اولاتر و بهتر است. بنابراین ما در دادن و در رسانیدن احسان باید که همین موضوع و حالت رو بینیم که همین حالت ما حالت ترغیبگری است، تشویقات است، یا حالت آن است که مردم رو، شخص رو برای ریاکاری یا که به خودنمایی میبرد. آنی که برای ترغیب و تشویق و جلب جامعه به کار خیر و نیک است، این اولا است. و آنی که انسان رو میکشد به سوی خودنمایی و خودنشانتی، این البته نکوهیده نیست، این پسندیده نیست و این البته کاری خوب نمیشه. نکوکاری و سخاوتمندی به صاحبش، یعنی سخاوتمند، چه تأثیراتی دارد؟ شخصی که وقتی که سخاوتمند میشود، یک پیش از همه برای خودی او شخصی احسان کننده، شخصی سخی، یک آرامش روحی در می‌یابد، اطمینان روح برای او پیدا می شود و یک شکلی که اگر مسئولیت خود را درک کند و روحش تسکین می‌یابد. پیش از همه در اندیشه او همین مسئله دور می‌زند که اون وظیفه‌ای که خداوند برای او دادگی است، از عهده او تا اندازه برآمده است. مثلا در کتاب‌های مناقب، بخصوص مناقب امام اعظم رحمت الله علیه میآید، میگوید که وقتی امام اعظم رحمت الله علیه در زمان خود بسیار شخصی سخاوتمند بودند، شخصی بودند که اکثر شاگردان بزرگ او با معاشی که تعیین کرده بود و معین کرده بود به واسطه به همون سبب خوانده و به درجه علمی کمالات رسیده بودند، از قبیل امام ابو یوسف رحمت الله علیه. و وقتی که بسیار احسان میکرد، خیر میکرد، بعضی نفرها میگفتند، مثال در جمعیت هر شکل انسان است، در همون زمان هم میگفتند که این قدر مال رو شما صرف میکنید، شاید که شما مفلس شوید و دیگر هم خیلی یک شکل پیشنهادهای ناجا میکردن. امام اعظم رحمت الله علیه در جواب آنها میگفت که این مال من نیست، مال شخصانی است که آنها موظف هستند که از دست من گیرند. یعنی که آنهایی که یتیم هستند، بیچاره هستند، حقی چی دارند گرفتن دارند و خداوند این مال رو به من عطا کرده است و مرا در سنجش قرار داده است که آیا من از عهده همین وظیفه یا امانت برآمدن میتوانم یا نه. یعنی که وقتی که انسان ثروتمند می شود و پیش از همه باید اندیشه کند، فکر کند که باید مسئول می شود. مسئول باید درست به جا آوردن، درست جا به جا کردن و به شخصانی که آنها احتیاجمند هستند و رساندن مال و همچنین عملی انجام دهد که در همین کار باید چی نشود، بسیار زیاده روی هم نباشد. در آیه قرآن کریم آمده است که خداوند تبارک و تعالی در سوره اسراء برای ما و شما در همین بابت یک یادرس میکند، میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله. میگه دستت رو در گردنت مبند. انسان هیچ وقت دستش رو در گردنش بسته نمیگردد. یعنی این اشاره به اون است که بسیار خسیس، ممسک و بخیل مباش در دادن مال. ولا تبسطها کل البسط، و کشاده هم ندار، یعنی اسراف نکن، زیاده روی نکن. یعنی در همین کاری خیر و احسان انسان باید که میانه رو باشد، حد میانه و وسط رو باید که پیش گیرد، تا اینکه در هر دو حالت هم، یعنی انسانی که
بسیار بخیل می شود و صدقه نمی کند، به کسی چیزی نمیدهد، تشبیه کرد از خداوند به نفری که دستش را در گردنش میبندد. و کسی که بسیار اسراف میکند، در اسراف افراط میکند بسیارتر، او را چون میکند؟ او را نیز مذمت کردگی است. میگه شما این در این دو راهی که هر دوی آنها افراط و تفریط است نروید تا اینکه پشیمان و بسیار خودتان را سرزنش کننده نباشید. بنابراین نفرانی که میخواهند که یک کار احسان و خیر انجام بدهند باید که در میانه باشد، یعنی میانه که بردوام باشد. وقتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند که بهترین عمل کدام است، گفت کمی که بردوام باشد. یعنی که همین یک میانه عملی باشد که چی در سخاوت باشد، چی در عملهای نیک دیگر باشد، عمری دراز داشته باشد. این البته موردی پسند و ستایش است. چه چیزها و کدام صفتها انسان را از سخاوتمندی و نکوکاری باز می‌دارد؟ اصلا غیر از چند عامل‌های زیاده که انسان را از سخاوتمندی و از کردن کارهای نیک باز می‌دارد، پیش از همه آن چیزهایی است که وابسته بر ضمیر انسان است، به دل و نیت انسان است. از جمله این عمل‌ها انسان باید که نیت خوب داشته باشد، خب دل پاک داشته باشد، همچنین اندیشه درست داشته باشد و بداند که مالی که این شخص با یگان نفر میدهد این مال خودی او نیست، یعنی که خداوند برای او عطا کردگی است. سببگاری اساسی خداوند تبارک و تعالی است، هرچند که عامل‌ها و سبب‌هایی که در دنیا میشود اینها سبب‌ها میشوند. از همین جهت وقتی انسان نیت نیک، عمل‌های خوب و وجهی درست، یعنی مالم از راهی نامشروع نباشد، از راهی که بگیم که اگر به مثال بیاریم دزدی نباشد، غارت نباشد، خب ظلم نباشد، ستم نباشد، این چی است؟ این یک شکل مالی میشود که انسان به دل پر، به چهره گشاده، به نیت یافتن ثواب آن را برای مردم هدیه میکند. اگر همین عملا نباشد انسان در این مسئله بسیار به مشکلی ها روبرو میشود و این مسئله البته جای نگرانی است. سخاوتمندترین انسان کی است؟ ما میدونیم از قصه های خیرخواهی حضرت عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف و دیگر صحابگان. سخاوتمندترین انسان ها کی بود؟ اصلا کسان سخاوتمندترین انسان ها میشوند که آنها در برابر سخاوتمند بودنشون اخلاق نیکو داشته باشند. مثلا نفرانی که شما ذکر کرده، صفت کرده، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه این نفری بود که در مکه مکرمه همه او را دوست می داشت. حتی که در همون زمانی که اسلام آورده بودند و مردم مکه مکرمه در 13 سال اول به دو تقسیم شده بودند، مثال مسلمانان و غیر مسلمانان، نوبس از همه همین عثمان را دوست می داشتند. به خاطر چی؟ اولا به خاطر اخلاق نیکو و بعدا به صفت سخیه که داشت. ببینید حتی که در همین صلح حدیبیه که در تاریخ بسیار مشهور است، به خاطر چی پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت عثمان را وکیل کردند، رسول کردند، فرستادند؟ به خاطری که مردم مکه او را دوست می داشتند، او را احترام میکردند، احترام خالص میکردند. یا عبدالرحمن ابن عوف یا دیگر، یا که ببینیم اگر حالتی که خاندان بخصوص دختری حاتم طایی از قبیله بنی طی که بود اسیر شدند به مردم مدینه، وقتی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آوردند، پیغمبر خدا حتما از پدرش پرسید، از سخاوتمندی پدرش پرسید و به خاطر پدرش که اهل سخا بود و از روی اون چیزی که مورخان بیان میکنند سال 605 میلادی، یعنی که 5 سال پیشتر از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا گذشتگی است، به خاطر همون رو آزاد کرد. لیکن ببینید که او دخترم که دختر حاتم طایی بود، همین صفت او بود و ببینیم که همین یک چیزی عجیب که داشت، گفت که گفت وقتی که من آزاد باشم و قبیله من آزاد نباشد من قبول ندارم. پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار کرد؟ قبیله‌اش رو هم آزاد کرد که همه آنها در مجموع بعدتر شدن، همشون مسلمان شدن. یعنی سخاوت بود. سخاوت نه مال بود، نه فدیه بود، نه اون چیز دیگر. سخاوت چی بود؟ سخاوتی بود که همت بلندی بود. همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. حضرت حافظ شیرازی نفری که قاری کلی قرآن بودند، ایشان خودشون یادآور میشن، میگن که عشق رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زیبر بخوانی بر 14 روایت. همین کس وقتی که
падаршон аз дунё мегзарад, фарзанди хурдӣ буданд. Ин кас бародарҳо молу меросе ки аз падар буд ҳар тараф дигар парешон мекунанду мисол ҷавонӣ мекунанду ҳар тараф чӣ мекунанд. ҳазрати хоҷа ҳофиз Шамсиддин ӯ чӣ кор мекунад? Ӯ рафта дар як номвойхона хизмат мекунад. Хизмат мекунад, ҳамон пуле ки ҳамон рӯз аз номвойхона мегирифт се тақсим мекунад. тасаввур кунед ки имрӯз нафаре ки аз ҳар тобига дар номвойхона кор мекунад, на кам аз бо ҳисобе ки мо шумо мекунем, на кам аз 60 сомон, ман камтариншам ман барои шумо гуфтам 60 сомон. бинед ки 60 сомона агар мисоли қиёсӣ мекунем мо се тақсим мекунад. бим ба ислои имрӯза 20 сомонша барои модараш, 20 сомонша барои ягон чизе ки дар рӯзгор лозим буд мехарид ва 20 сомони онро чӣ кор мекард? эҳсон мекард, хайр мекард. بله، شما از نکوکاری و خیرخواهی حاتم طایی و حضرت عثمان گفتید و در اینجا قصه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را گفتید که دختری حاتم طایی و قبیله او را رها کرد از بند بدن یا از در بند بدن. از زمین قصه ما درک میکنیم که از همه انسانی سخاوتمندترین این پیامبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود و مخصوصا در ماه مبارک رمضان با سخاوتشون چندتر بسیار میشد، زیاد میشد در حقیقت. سپاس زیاد که در این برنامه اشتراک نمودید. سلامت سربلند باشید. سلام باشید. بیننده عزیز، نیکی کردن، بخشیدن و دلها را شاد کردن این صفت یک مسلمانی کامل است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند بیمارانتان را با نیکی کردن و صدقه کردن صحتمند کنید. یعنی به سبب صدقه کردن بیماران شفا می‌یابند، دلها آرام می‌یابد. وقتی یک کمبیزوات، یک نیازمندی وقتی از تحت قلبش وقتی دعای نیکی میکند برای شما، زندگی شما پر از سعادتمندی و کامیابی ها میشود. همیشه نکوکار باشید، همیشه سخاوتمند باشید. در پناه خداوند جل و علا بمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.